وزیر کارهای خارجی چین ونگ یی پیشنهاد کرده است که در مصالحه میان حکومت افغانستان و طالبان سهم گیرد. او این تشبث را اثنای زیارت دو روزه‌اش از پاکستان مطرح نمود. همچنان منصبدار بلندپایه چینی تصدیق کرد که ماه‌های آینده پرزیدنت این کشور سی جینگ پین برای اولین بار با سفر دولتی به پاکستان تشریف خواهد آورد. در پارلمانت اوکراین دو وکیل مردمی یکدیگر را لطوکوب کردند. جنگ آنها هنگام ارزیابی قانون مالکیت سر زد. هر دو وکیل مردمی اعضای حزب‌های ائتلاف حاکم اوکراین بودند. در منطقه نوشهره شمال و غرب پاکستان پلیس زنان را برای گروه‌های مبارزه با تروریسم تمرین می‌دهد. به قول منصبداران طول چند ماه آینده اولین گروه زنان خدمت فعال در این گروه‌ها را آغاز می‌کند. در مشق‌های 11 فوریه رهبر مخالفین حکومت عمران خان هم شرکت ورزید. حزب عمران خان مجلس محلی ولایت را تحت نظارت دارد. در تبلیسی وزیر اقتصاد گرجستان به قرار بانک ملی این کشور که میزان قرضه بانکی را از 4 تا 4.5% بالا برده است بهای بلند داد. هدف از این اقدام بالا بردن قرب پول ملی گرجستان لری می باشد که با پایین‌شوی قرب روبل روسی و عامل‌های دیگر زیر فشار قرار گرفته است.